چیت کدایی که باید برای استفاده از هوش مصنوعی بشناسیدشون، پارت 2. چیت کدایی که میگم و اول پرامپتت بنویس تا تغییراتی که میخوایم روی مدل هوش مصنوعی اتفاق بیفته. اگه اینو اول پرامپتت بنویسی، هوش مصنوعی میاد و موضوع به ساده ترین شکل ممکن بهت توضیح میده، انگار که تو 5 سالته. اگه اینو بنویسی، هوش مصنوعی میاد و خلاصه ترین جواب ممکن رو به تو میده. اگه قصدت یادگیریه، اینو بنویس تا هوش مصنوعی بیاد و به شکل استپ بای استپ یا مرحله به مرحله موضوع بهت آموزش بده. اگرم میخوای برای مدیر بالادستی یه گزارش خیلی کامل بنویسی که اونم توی کوتاه‌ترین زمان ممکن بتونه بخونتش، اینو براش بنویس. اگرم میخوای هوش مصنوعی تو هر نقشی که تو میخوای بره، اینو بنویس و نقشی که میخوای و بعدش بنویس. مثلا بنویس اکتز و بعد بنویس بکمن یا فروید یا هر چیز دیگه. فایل کامل این چیت کدها که شامل 64 تا چیت کد هست رو توی کانال تلگرام گذاشتم. حمایت فراموش نشه. خیلی مخلصیم. فعلا.